داشتم فکر میکردم که از موقعی که من تصمیم گرفتم که یوتیوب خودم راه بندازم و کانتنت درست کنم یا چیزایی که تو ذهنم بود و مثلا در طی این سالیان بیارم بیرون، چقدر سخته. یعنی سخت‌تر از این که بخوای کانتنت رو درست کنی، برای یکی سخته که در یه لولی کمالگرا باشه، تو یه حدی به خودش سخت بگیره که اصلا یه دفعه تبدیل بشه به یه تراما، تبدیل بشه به یه، به قولی یه واژه به اسم استگنیشن هست. یعنی یه رخنه میکنه روت و انقدر فکر میکنی تا اینکه بخوای مثلا یه چیزی رو به وجود بیاری باید بی نظیر باشه، بی نقص باشه، پرفکت باشه، عالی باشه، همه چی باشه. بعد میبینی که 5 ماه گذشته. یعنی من شروع کردم یه ذره به خودم فکر کردن از این جهت که چرا اینقدر باید به تعویق انداخته بشه، چرا اینقدر باید این داستانو با خودم کلنجار برم که خب بذار اینو بهترش کنم، بذار مثلا این ابزار رو بخرم، بذار اینو بفروشم، اینو چیز کنم، فلان کنم. ولی میبینم که این همش یه بازی روانی، از این جهت که من کمالگرای وحشتناک، عجیب غریب کمالگرا، برای فرار از اون استرس کانتنت بی‌نظیر شروع میکنم ناخودآگاهم، یعنی درونم شروع میکنه برای اینکه من به اون استرسه نرسم یا من نکشه، بهونه‌های مختلف میاره. یا مثلا ذهنای چیزایی به وجود میاره، فکرایی که مثلا بخواد اصلا تو رو منفی چیز کنه، منصرف کنه. مثلا بگی بابا اصلا یعنی چی که چی این کارا رو میکنی، این چه ایده مزخرفی بود دادی، فلان مثال اینجور داستانا. سریع خودتو تخریب میکنه و ایده‌تو داغون میکنه و بعد مثلا یه ذره میگذره، نیم ساعت میگذره، میگم یه دونه مثلا ایده مشابه خودم تو یوتیوب نگاه میکنم، میبینم واه این که همون بودین، خب انجامش داد دیگه، چیه دیگه انجامش بده دیگه، چرا؟ میگم خب باشه. بعد میام انجامش بدم، میگم خب الان مثلا میزانسنا و صحنه ها و مثلا اون چیزایی که تو ذهنم مثلا میخوام بیارم جلوی کار انجامش بدم. بعد پیچیدگی داستان رو انقدر زیاد میکنم که مغزم میگه نه نمیتونی، این مثلا ابزار میخواد، این مثلا یه نفر دیگر رو میخواد، این فلانی رو میخواد، این 20 سال رو میخواد. خودم گفتم ولش کن، بذار بشینم رو تخت، از رو تخت شروع کنم. ستاپ درست حسابی ندارم، نه فقط برای اینکه بخوام، نه به این منظور که به مخاطبم اهمیت نمیدم، نه اصلا. اگر همچین چیزی نبود 5 ماه 6 ماه بعد از آخرین ویدیوم طول نمیکشید. یعنی اینکه بخوام فکر کنم چی کار کنم، چه چیزی به وجود بیارم. ولی فکر میکنم تنها راه اون خلاص شدن از این بیماری، یعنی بیماری که دوچارشم، با انجام دادنه. یعنی من باید انجام بدم که درمان بشم، راه دیگه ای ندارم. تمام اون چیزایی که توی ذهنم هست، تمام اون پیچیدگی ها، هر چی که هستش با انجام دادنه که میتونی تحقق ببخشی. با انجام دادنه که میتونی به یه سرانجامی برسونی. یعنی تا وقتی که من انجام ندم هیچ چیزی به وجود نمیاد، هیچ چیزی خلق نمیشه. و من 6 ماه هدر دادم، به خودم ازش خبردار نبودم. خواستم این پیامو بدم به کسایی که مثل من کمالگرا هستن، کمالگرای
پیامم به کمالگراهای افراطیه. این کسایی که میدونن که چیزی دارن برای عرضه کردن، دوست دارن کار بکنن، نمیدونم کانتنت بسازن، نمیدونم طراحی بکنن، هر چیزی، ولی اون لحظه‌ای که احساس کردی، از لحظه‌ای که ایده‌ای به ذهنت رسیده و تا زمانی که انجامش دادی سالها یا تو زمان طولانی گذشت، بدون توی کمالگرای بدبختی هستی مثل من که چاره جز نداری جز این که بخوای فقط انجام بدی. هیچ چیز راهی دیگه وجود نداره جز انجام دادن. دارم این فیلم کوتاه تلنگری باشه واسه من و امثال تو. من و امثال تویی که زیادی تعلل میکنیم، فکر الکی میکنیم، هی صبر میکنیم.